آقا سلام، بریم پارازیت.com. وزیر اطلاعات گفت ما معتقدیم که دانشجویان باید به صراحت نقطه نظرات خود را بیان کنند، ولی متاسفانه بعضی افراد به اسم دانشجو وارد محیط دانشگاه و دانشجویی میشوند و به تخریب فضای دانشجویی و اهانت به مقدسات میپردازند. ما با این افراد دانشجونما برخورد میکنیم. ببخشید قربان، شما دانشجو هستی؟ آره. با توجه به حرفای اخیر وزیر اطلاعات میخواستم ببینم نقطه نظرات شما چیه که میتونید سریع هم بگید. والا من دانشجوی بله والا شما دانشجوی بسیجی هستید که در سنگر دانشگاه آزادانه به تبلیغ اندیشه های امام میپردازید. نقطه نظر سریعی بود، ادامه بدید خواهش میکنم. والا ما مشکلی که الان تو دانشگاه داریم اینه که مشکل شما رفاه فوق‌العاده، رسیدگی‌های بیش از اندازه، آزادی خارج از حد تصور، از آزادی اندیشه تا آزادی بیان و همینطور ارتفاع میدان آزادی و طول اتوبان یادگار امام و خلاصه همه اینا با هم میگه. ولی من یه دانشجوی ستاره دار. دقیقاً تو و تمامی دانشجویان بسیجی در تلفیق با طلاب حوزه علمیه ستارگانی هستید که در آسمان ولایت سوسو میزنید. ولی و زهر مار. گفتیم نقطه نظر، نگفتیم که دیگه همینجوری به مقدسات توهین کنی. تو اصلا دانشجو نیستی که، دانشجو نمایی، خود عامل خودفروخته عوامل بیگانه‌ای. پس بگی کی اومد؟ یه ایمیل از دانشگاه اصفهان. قرار استخوان‌های باقی مونده از 3 تن از کشته‌های جنگ در محوطه دانشگاه اصفهان دفن میشه. ما با چند تا از بچه‌های بسیج شانسمون گفت بریم دانشگاه. خدا دانشگاه قرعه انداختیم. یه سری استاد دانشگاهی برنده شدن، یه سری کشیدن تو کار حراست. ما هم گفتن که مثل که به درد زیر گل میخوریم. آره واسه خاطر همینم قرعه افتاد به ما که توی حیات دانشگاه دفنمون کنن. البته حقش بود هممونو با هم دفن کنن، ولی خب اب نداره. 4 سال بعد میبرنم تو کلاس. خدا 4 سال بعدم مدرکمو میذارن رو قبرم، یعنی آیندم تضمینه. روشنه کار نداری. یه ایمیل خبری رسیده که از اون خبر میگه سرویس دانشکده خبر توسط یه دیوار به نام دیوار جنسیتی به 2 قسمت خواهران و برادران تقسیم شده. این اقدام روح الله احمدزاده کرمانی که حدود 2 هفته از انتصابش به این مقام میگذره باعث تعجب و اعتراض همه دانشجوها شد. مصطفی خوبی؟ اومد نمکدون هست؟ ببخشید صدا نمیاد. اگه میشه بندازین بالا دیوار. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی. بله خانم سلامتی شمایین؟ بله آبلیمو هست. بله اینجا آبلیمو هست. بله بندازم من درش آب بندی کنم. شما آماده ای؟ من میندازم بالای دیوار دیگه، فقط بگیر. بله باش، فقط بگیرینه. آماده؟ انداختم. اوه خانم سلامتی چیزی نشد؟ چیزی نشده اونور؟ بله ببخشید خلاص لیمو هست، میخوام بندازم آبشو بگیرین. ببخشید خلاصه معذرت. خانم سلامتی ببخشید من اونور مدرک لیسانسمو اونور جا گذاشتم رو اون میزه اونوره. اگه میشه اونو برای من بندازین خیلی ممنون میشم. بله من آمادم. نمیاد دیوار بالا یه کاغذ نمیاد. باشه من میرم یه 4 سال دیگه درس میخونم که دیگه
یه بار دیگه مدرک بگیرم. یادم باشه که دیگه اونور دیوار نذارم. خیلی ممنون. خدا. آقا شبکه خیلی شروع شده. من شبکه رو قطع میکنم تا یه پارازیت داتکام دیگه منتظرم تا شما با همون چت کنید. من قطع میکنم. خدا.